سلام رفقا، چطورید؟ من هستم به یه ویدیو جدید خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه بریم چیزایی که فقط پسرا میفهمن و ببینیم که براتون توضیح بدم و تفسیرش کنم. پسرا حتما تو کامنت با من همراهی کنن و اون چیزایی که میدونن رو بنویسن و یه خنده ایموجی خنده کنارش بذارن. بدون هیچ معطلی بریم سراغ چیزهایی که فقط پسرا میفهمن. آره، چیزهایی که فقط پسرا میفهمن و دخترا نمیفهمن. البته دیگه الان فرق نمیکنه، همه میدونن. همه میدونن. یادتون نره وسط ویدیو دکمه لایکو بزنید، کامنت بذارید که انگلیسی باشه چه بهتر، و اینکه اگه چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. بریم با هم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. دیگه گویای همه چی هستش دیگه. پسرها تو کامنت خنده رو بذارید یواشکی ریز. فقط ما پسرها میفهمیم دیگه داستان چیه. نمیشه با دست راست نمیشه. میفهمم. البته یه سری دست چپ هم با دست راست نمیشه. وقتی تنهایی دستت خسته میشه و این توانایی نداری این کار انجام بدی. خب بسته پسرها، چتونی بسته؟ بریم بعدی. اوه. اینو فقط یه پسر میتونه درک کنه و وقتی به این نقطه میرسه پاش میذاره اینجا، یه قدم میذاره اینجا و میفهمه چقدر آزاد شده، رها میشه، دوباره راهش ادامه میده. بعد دوباره راهش ادامه میده میره تا دوباره اگر به مشکلی بخور دوباره پاش اینجوری میذاره. بعضی اوقات نیازه. راه راست رو نباید همیشه بری تو زندگیتون. راه راست رو نرید پسرها، یه خورده کجم برید. یعنی لذت بخشترین کاری که یه پسر انجام میده ولی دختران نمیتونن. نمیشه. البته میشه، تازگی یه دستگاه اختراع کردن که میشه چنین لذتی هم دخترها ببرن، ولی این لذت فقط مخصوص پسران. وای خدا. مخصوصا عجله داشته باشی یا اصلا دیگه کارسازه، نه کار را بندازه. خیلی خوبه. دختران این لذت رو هیچ موقع درک نکردن به صورت واقعی. اینو فقط پسرها نیستن، خب دختران با چنین مشکلی مواجه، مخصوصا تابستون. متنفره مثلا تابستون. یک سری اینه واسه همین داستانا میکنه. اگه موافق هستی من تو کامنت بنویس. خیلی بده تو تابستون. این قسمت بدن، این قسمت‌های بدن حرارتش 100 برابره. حالا این برا خوبه، این برا یک کم خوبه. اینا دیگه تخم مرغ بذاری آبپز میشه اصلا کلا. اینو فقط یه پسر ریشو درک میکنه که هیچ موقع ریشاشو نمیزنه. اگر به یه پسری گفتی ریشاتو بزن و گفت نه من ریشامو نمیزنم، حتما بدون یه مشکلی هستش. خیلی بیبی میشه، مثل من خیلی بیبی شدم. البته من ریشامو میزنم، مشکلی ندارم، ولی آره دیگه همه ما پسرا اینجوری هستیم کلا. ریشامونه که سنمون رو مشخص میکنه. اینم گفتم بهتون بگم که به پسرا ریششون رو نمیزنن واسه چه دلیلیه. حالا چرا اونجا بالش گذاشتن؟ مثلا داره کارش انجام میده با سرش تکه بده. اینطوریه؟ فکر کنم واسه همین دلیل باشه، با سر تکه بده که اینجا تکه داده باشه که کارش انجام بده. اینجوری تکه بده. این فکر کن دیوار اینجوری تکه بده کارش انجام بده. اصلا نمیشه تصور کرد. هر کس بیاد اونجا سرش تکه بده که نمیشه، اینجوری نمیشه. هیستوری هم خالیه. یه پسر خوب، یه پسر زرنگ همیشه باید هیستوری گوشیش، مرورگر کامپیوترش، تمام جایی که یه مرورگر داره باید هیستوریش خالی باشه. از من به شما نصیحت، اگر چه این کاری بکنید آدم موفق هست، آدم زرنگ است. اگر چه این کاری نکنید حالا دیگه بستی به خودتون داره دیگه، لو برید یا نرید. ولی برای یک محکم کاری من بهتون پیشنهاد میدم که همیشه اونو پاکش کنید. آره اینو فقط پسرا گوش کنن. چشم.
اینو فقط مردا درک میکنن، اونم مردای متأهل، یه کسایی که رل دارن. وقتی این خانوما میرن وارد فروشگاه میشن دیگه اومدنشون با خداه. یه خودی زیر پات علف سبز شد، علف که چه عرض کنم، بچت بزرگ میشه، بکنم پیر بشی، پاساژ ببنده، ولی همون از فروشگاه نیاد بیرون. درک میکنم آقایون متأهل واقعا چه شرایط سختی رو دارن سپری میکنن. یه خورده سریعتر اگر میشه. بعد اینکه فکر جیب آقایون هم باشید. آقایون گناه دارن. اینو نگاه کن، اینو فقط یه پسر درک میکنه، با صدا بی صدا. ببین وقتی اون وسط میزنی نشونی گیری میکنی صدا داره، وقتی می این لبه میگیری بی صدا میشه. مطمئنم هر پسری که داره این ویدیو رو نگاه میکنه حتما این کار رو امتحان کرده، مطمئنم، شک ندارم، اصلا ردخور نداره. این کار امتحان کردین که صداشو بگیرید. اوه اصلا متنفرم دیگه آقا. من ریشامو میزنم اصلا نزدیک صابون نمیشم که اصلا نچسبه. خودم خوشم نمیاد از این حرکت. بعد هیچ موقع صابون روشویی نمیزنم چون بدم میاد از این حرکت. اصلا کلا حال به هم زن اصلا کلا نباید صابون کثیف. پسر درک میکنن چی میگم. موی بدنت هم میزنی مجبوری صابون بزنی، ولی یه جوری صابون بزن که نچسبه بهش. فاجعه چی میگم، یه جوری صابون بزن که نچسبه. اینم از آموزشات حسام. اگه بیشتر آموزش میخواین حتما لایک کنید یا تو کامنت بگید که بیشتر بهتون آموزش بدم. یه جوری آموزش‌های بهداشتی، سلامت. راجبش زیاد حرف نمیزنم، پسر رو درک میکنم. راجب چی دارم میگم، فکر اونام مثل فکر من مطمئنن، اونام مثل من فکر میکنن. آره زیاد حرف نمیزنم. وقتی دختر یه جوک درباره تو میگه میخندی، حتی اگه بی‌مزه باشه میخندی. ولی وقتی خودت یه جوک میگی اصلا به ترکون باشه دختر، یعنی این شانس توه. اگه ماشین داشته باشی، اگه پول داشته باشی، اگه وضعت خوب باشه، دختر به اون جوکت میخنده. اگه نه هیچی نداشته باشی نمیخنده. اینم بستگی به شرایط و ویژگی‌های خودت داره که به جوکت بخنده یا نه. بله. میگه طول زمان استفاده کردن شامپو 3 هفته به اینجا میرسی، 2 ماه این یه تیکه رو نگه میداری. 2 ماه دخترات مطمئنم تو یه هفته اول تمامشه. شامپوش هم شامپوی گرونیه. ما شبنم رو استفاده میکنیم، بعد از 1 ماه 2 ماه اون تموندهش هم استفاده میکنیم. 1 ماه دیگه هم اون ته شامپو شبنمم من یه خورده آب میریزم، دوباره تکون میدم، دوباره استفاده میکنم. یعنی 3 ماه با یه شامپو شبنم ما کارمون راه میفته پسرا. برای اینکه برامون فرق نمیکنه چه شامپویی بزنیم ما پسرا. کسی بخواد موهاش بمونه، موهاش نریزه، هر چی بزنه نمیریزه، اصلا ربطی به شامپو نداره. نم کننده بزن، نم حالت دنده بزن، چه میدونم مرطوب کننده بزن. والله الان دختر میاد تو کامنت کلی حرف بزنه. وقتی دختره میگه الان 5 دقیقه دیگه آماده میشم، 5 دقیقه دیگه فسیل شد، 5 دقیقه دیگه شما 5 سال دیگه حساب کنید. اینجوریه. یه خورده سریعتر اگه میشه آماده بشین خیلی ممنون میشم. یه خورده ما رو درک کنید که گفتم گناه داریم ما. اینم زیاد راجبش نمیرم و وارد بحثش زیاد نمیشم. فقط این که هوا سرد باشه، گرم باشه، خود پسر رو درک میکنن دیگه. تصویر گویای همه چیزه. فقط یک مرد میفهمه. اولین بار کجا رفت، دومین بار حالا نسبتا خوبه، سومین بار اصلا، چهارمین بار که اصلا دیگه هیچی دیگه. ولش کن. من دیگه وارد این جزئیات نمیشم. پسرها خنده رو بیارن تو کامنت.
اینم فقط یه پسر درک میکنه، شاید هم یه دختر درک کنه، حالا بستگی به اون دختره داره. فقط اون کیبوردایی که تمیز موندن و پررنگ شدن رو ببینید دیگه، زیاد استفاده شده، زیاد چرب شده. فهمیدی؟ و میرسیم سراغ آخرین عکس ما. هفت غروب، هفت صبح. چیزی من نمیگم. اگر دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید دکمه لایک. حتما یه کامنت هم بزنید که انگلیسی باشه چه بهتر، پسرا بتر کنید. و اگر چنل من سابسکرایب نداری حتما چنل من سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم واسط پیغامش بیاد. بوس به همتون تا ویدیو بعدی. پیس.